بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این درس هم دشوار نیست، چون در درس های قبلی هم گفته بودیم که هر وقت که پیش از حرف یا اشاره زیر آمده باشد یا آواز ای دراز را میگیرد و در اینجا میبینیم که در آخر همه حرف ها حرف یا آمده است و پیش از آن زیر آمده است. به همین خاطر آخر همه حرف ها کمی کشیده می شود. الف زبر ا، همزه با یا زیر ای، ا ای. الف زبر ا، ب با یا زیر بی، ابی. الف زبر ا، ت با یا زیر تی، اتی. الف زبر ا، ث با یا زیر سی، اسی. الف زبر ا، جیم با یا زیر جی، اجی. الف زبر ا، ح با یا زیر حی، احی. الف زبر ا، خ با یا زیر خی، اخی. الف زبر ا، دال با یا زیر دی، ادی. الف زبر ا، ذال با یا زیر زی، ازی. الف زبر ا، ر با یا زیر ری، اری. الف زبر ا، ز با یا زیر زی، ازی. الف زبر ا، سین با یا زیر سی، اسی. الف زبر ا، شین با یا زیر شی، اشی. الف زبر ا، صاد با یا زیر سی، اسی. الف زبر ا، زاد با یا زیر زی، ازی. الف زبر ا، ق با یا زیر تی، اتی. الف زبر ا، ضغ با یا زیر زی، ازی. الف زبر ا، عین با یا زیر ای، اعی. الف زبر ا، غین با یا زیر غی، اغی. الف زبر ا، ف با یا زیر فی، افی. الف زبر ا، قاف با یا زیر قی، اقی. الف زبر ا، کاف با یا زیر کی، اکی. الف زبر ا، لام با یا زیر لی، الی. الف زبر ا، میم با یا زیر می، امی. الف زبر ا، نون با یا زیر نی، انی. الف زبر ا، واو با یا زیر وی، اوی. ه زبر ه، واو با یا زیر وی، هوی. لام الف زبر لا، همزه یا زبر یه، واو با یا زیر وی، یوی. صدق الله العظیم.